ویروس کرونا رو ساختن و تو جهان پخش کردن و وقتی کار بیخ پیدا کرد همه چی رو انکار کردن تا وقتی که مدارکی لو رفت که دیگه نتونستن انکار کنن. همه چیز از اونجا شروع شد. سال 2019 چند ماه قبل از شروع همهگیری کرونا اینجا آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان. خب داشتن چیکار می‌کردن اینجا؟ مدارک معتبری که درس کرده نشون میده داشتن رو ویروس‌های کرونایی خفاشی کار می‌کردن که چیکار کنن؟ که با ویروس کرونایی سارس که عفونت شدید تنفسی ایجاد میکنه ترکیبش کنن. تو این آزمایشگاه در تلاش بودن با تغییر اسپایک پروتئین‌های سطحی ویروس کرونایی خفاشی کاری کنن که بتونه به گیرنده ایس 2 انسانی تو موش‌ها متصل بشه. در واقع بیماریزاییشو تشدید کنن. حالا ویروس کووید 19 که تو همه جای جهان پخش شد و این همه آدمو کشت به کدوم گیرنده تو بدن ما آدمو وصل میشه؟ آفرین ایس 2. اصلا وقتی عجیب‌تر میشه که بفهمیم این آزمایشگاه تو ووهان بودجه تحقیقاتیشو از کجا میگرفته. اینجا تو نیویورک مؤسسه ایکو هلت الائنس، یه مؤسسه که تو سراسر دنیا رو تحقیقات ویروسی کار میکنه، تحقیقات آزمایشگاه ووهان رو هم مدیریت میکرده. بودجهش از کجا میگرفته؟ سازمان آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا. رئیسش کیه؟ آنتونی فاوچی، دکتر آنتونی فاوچی. اگه یادتون باشه این آدم چهره عمومی اطلاعات راجع به کرونا بود واسه مردم جهان. فاوچی بین سالهای 2014 تا 2019 بیش از 4 میلیون دلار پول به ایکو هلت داده که بیش از 600,000 دلارش مستقیما به آزمایشگاه ووهان برای انجام تحقیقات روی ویروس کرونای خفاشی داده شده. جالبیش اینجاست که آنتونی فاوچی به همراه دکتر پیتر دازاک، رئیس ایکو هلت، در سال 2021 تمام تلاششون رو کردن که با دروغ گفتن به جامعه واقعیت آزمایشگاه ووهان رو مخفی کنن. حالا به نظر شما آدمایی که باعث بدترین فاجعه انسانی قرن شدن و راجبش به همه دروغ گفتن و چیکار باید کرد باهاشون؟